بچه‌ها برنامه امروز قابلمه پارتیه. البته قبلش میخوایم بریم پول پارتی، بعدش میریم قابلمه پارتی. ما خیلی هم دکتر دعوت شده بودیم، برای همین هر کدوم نفر یه دونه چیز خوشمزه درست کردیم. مثلا فاطیما لازانیا درست کرد، منم گفتم من سالاد رو بر عهده میگیرم. نگم که چقدر سخت بود اینجوری برش زدن، کف دستم کلا کبود شده بود، خیلی سخت بود واقعا، هویجا مخصوصا. خوب باشید. سلام، حالتون چطوره؟ داریم میریم مهمانی. من اینو آماده کردم. گفتین چیه لازانیا؟ اینا چی از سالاد؟ اینم که میوه. که بریم استخر. آماده بریم؟ اینم از خوراکیامون و توصی نباشه مردم تو خونهشون هم آسانسور داشتن هم استخر داشتن. ما سوار آسانسور شدیم، زدیم طبقه داداش این خوابه دست و رفتیم رسیدیم به استخرشون. آره خلاصه خوش گذشت؟ و این چی گذاشته فاطیما رویش؟ این جان مال خودش.